حضرت علی رضی الله تعالی عنه زیریش گم شد. یک روز در سرک میرفت، دید که یک نصرانی مسیحی زیری حضرت علی به دستش است، صدا میزنه کی زیری میخره، کی زیری میخره. حضرت علی گفت برادر زیری مال من است. گفت مال تو نیست، مال من است. دعوایشان جاد شد. این در زمان است که حضرت علی امیرالمؤمنین از ثلث کره زمین حکومت میکنه. ثلث کره زمین حکومت میکنه، امیرالمؤمنین است. حضرت علی در کوفه میبیند که زیری گم شده به دست یک مسیحی است. گفت زیری مال من است. گفت نه مال تو نیست، مال من است. گفتن مشکل ما حل نمیشه، پیش قاضی میریم. حضرت علی امیرالمؤمنین است، پیش قاضی میایه که خودش دست نشانده امیرالمؤمنین است. یعنی خود حضرت علی او را به قضا گماشته است. پیش قاضی شریح میآیند. وقتی به پیش قاضی صف میگیرن، صف میکشن، قاضی به طرف حضرت علی نگاه میکند، میگه یا امیرالمؤمنین شاهد بیار که این زیری مال تو است. الله اکبر. یک بار با آواز بلند بگوین الله اکبر. شاهد بیار که زیری مال تو است. حضرت علی میگه که من شاهد خود ندارم. اول میگه که حسن شاهدم است، فرزند من. میگه شاهدی بچه قبول نیست، من نفع پدر شاهدی بچه قبول نیست. حضرت علی میگه که قنبر غلام من شاهدی میده، میگه شاهدی غلامم به مولایش به نفع مولایش قبول نیست، دیگه شاهد بیار. حضرت علی میگه قاضی دیگه شاهد من ندارم. قاضی به طرف یک مسیحی نگاه میکنه، میگه زیری مال تو، برو بخیر. حضرت علی وقتی حالت رو میبینه از جای خود بلند میشه، پیشانی قاضی رو بوسه میدهد، میگه آفرین. اینا میگن اسلام، اینا میگن ترس خدا. امیرالمؤمنین را شاهدی از پیشش طلب میکنه، در حالی که میداند امیرالمؤمنین راست میگوید. نصرانی چند قدم بر میدارد، بعد نگاه میکند که حضرت علی پیشانی قاضی را بوسه دادشته، دوباره بر میگردد، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگه یا امیرالمؤمنین زیری مال شماست، من دزدی کرده بودم، الان من مسلمان میشم. چی دین زیبای شما داریم. دین اسلام است. دین مساوات است، برابری است. هیچ کس نمیتونه بگوید من بهترم دیگر پستر است. بعضی ها شاید بگوین که من خود دعوتگر هستم، الحمدلله 4000 نفر 5000 نفر به دعوت من هدایت یافتن. نه عزیز من خیلی میترسم که زیر پای من خالی نشه. در حق من زیاد دعا کنیم. من یک خواهشه که پیش از دعا از شما دارم عزیزای من خیلی گناه دارم، در حق من زیاد دعا بکنین. هر وقتی که در تنها بودین، در خلوت بودین، در تهجد بودین، وقتی که خود دلتان داغ کرد، اموجه بگوین که پروردگار یک مسکین اموجه هست بندید، امور پروردگار را توفیق بیشتر نصیب بگردان، از او بیشتر در راستای دین کار بگیر. جناب صاحبی صاحب او مرحوم دمو صحبت‌های اخیرش بود، یک روز در صحبت خود میگفت، من از طریق رسانه شنیدم، اوجا میگفت که ای مردم من در حق شما دعا میکنم، شما در حق من دعا بکنین. پس اینمی سخن من به شما میگم عزیز من، در حق من دعا بکنین، من در حق شما دعا میکنم. هر وقتی که دلتون خوب سوز گرفت، اموجه بگوین پروردگارا انی بیچاره دعوتگر را خدای توفیق بیشتر و دستش از گناه